اینجا تالار ورزشی پرویز صابرов است و ما انتظار بازگشت پرچمبردار وطن امامعلی نورعلی هستیم که در مسابقات گرند اسلم تاشکند 2024 با گرفتن مدال طلا به وطن برمیگردد. جودوکاری جوان و امیدبخش تاجیک امامعلی نورعلی در مسابقه گرند اسلم تاشکند 2024 زیر وزن تا 66 کیلوگرم در روز اول مسابقه با گرفتن نشان طلا دست یافته با افتخارش سرود ملی تاجیکستان صدا داده پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان بالا برداشته شد. باید ذکر نمود سال دوم است که امامعلی نورعلی در گرند اسلم تاشکند صاحب نشان طلای وزن تا 66 کیلوگرم می شود. پس از بازگشت به وطن پرچمبرداری وطن را در تالار ورزشی به نام پرویز صابرов مسئولین ساحه ورزش، مربیان و خویشان و پیوندان صمیمانه پیشواز گرفتند. اولا من میلاداری خودم را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوا ملت میرسانم و به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و به پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمدزاهری میرسانم که برای ما ورزشکاران اینقدر شرایط خوب و مساعد را فراهم آورده است برای مشق تمرین از کشور بیرون به مسابقه‌های بین‌المللی سفربر کردن و مسابقه‌های مشق‌های دست جمعی میلاداری خودم را به آنها میرسانم. این پهلوان امیدبخش کشور دستپرور تالار جودوی پرویز صابرов بوده تلاش دارد تا رخت بازی‌های المپیک پاریس 2024 را به دست آورد. مورد ذکر است که پس از انجام مسابقه گرند اسلم تاشکند رده‌بندی المپیک جودو تغییر یافت که در آن جودوکاران تاجیک موقعشان را بهتر ساختند. جودوکار جوان و امیدبخش تاجیک امامعلی نورعلی پس از به دست آوردن نشان طلای مسابقه گرند اسلم تاشکند صاحب 1000 امتیاز گردیده به مقام هشتم رده‌بندی در وزن تا 66 کیلوگرم برآمد. Tajikistan!